ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори чорумро аз рӯи достони нависанда Шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. Шераки Ориён. ишқи осону мушкил. ишқномаи Саттор Баҳман. ولی روزی از روزها اگر مبارک بیاید و رویدادی حیات مرا صرفم رود چی می شود؟ ممکن به من چسبیده مشت و خنجال بزند، داد و فریاد بردارد، ندا برزند که از من چی گذشت تا چنین کردی. در اجاره خانه‌ای که اینقدر سال به شور و شر زیسته بودم، چی شور و بلوا خستنش و به میان آمدنش ممکن بود. کمپیری راحله نیز شاید بگیرد طرف مبارک را، بلکه اینش یقینی یقین باشد. شاید برویم به اجاره خانه دیگر. این سخنی بانو بود که هم پهلوی من گردیده. گویا طوفانی قریب الوقوع را احساس کرده چنین می گفت که بسا چیزی نهان را درک می نمود، با کدام حسهای مخصوص. آخر شما یک نویسنده مشهور شده اید و در اجاره خانه شرایطش بهتر عمر به سر بردنتان موافق. اجاره خانه‌ای که حالا زندگی میکنید خاصی دانشجویان کم بضاعت. همین طور فکرش را تقویت میداد. یعنی اجاره خانه لازم برای شما که شرایطش مهیا باشد، یعنی برای خوبتر ایجاد کردن جای نازک را دریافته حرف میزد. شاید به اجاره خانه رفتن لازم که مبارک نداند و نیابد و همچنین نفهمد چه تغییرات شده در حیات من، کی وارد گردیده به آن. به نتیجه می رسیدم. برای آن که میان دو آتش مانده نسوزم، یگانه علاج شاید همین بود، یعنی بیروم به عاریت خانه دیگر تا سرحساب کار را، یعنی سرریشته گم شده را شاید پیدا کرده بیتوانم، یعنی به خلاصه انیق و قطعی برسم در آنجا. از اجاره خانه کمپیری راحله هم یک بار رفتن آسان نبود. آخر سبب آن را چطور میفهماندم به وی که برایم مهربانی و تمکین و خیرت زیاد ظاهر کرده بود مدت‌های طولانی. بانوی دیگری حیات من برای از اجاره خانه کمپیر نهانی رفتن مصلحت و فتوا به میان می آورد. خیر، اینقدر سال در خانه کمپیر هم تو زندگی نکرده اید که پولش می سپاریدید هر ماه، یعنی نزد کمپیر قرضدار نیستید. تمام عمر در چنین اجاره خانه فترات هم نمی مانید که یا برای بهتر زیستن حقوق ندارید شما؟ در اجاره خانه راحله کمپیر نشان و سراغه اجاره خانه نوم را نمانده رفتم که مبادا برساند برای مبارک. از جای کارم نیز رخصتی دراز مدت ایجادی گرفتم با بهانه‌ای که یک اثری عظیم را به آخر رسانیدنم لازم. اصلا این همه برای آن بود تا بانوی چاپگر مبارک به اداره این مجله تلفن کرده یا آمده مرا نیابد. به یگان اغراق از روبرو زدن به وی با همون بانوی چاپگر و نگریستن به چشمانی مأیوس و پرآب شده وی خجالت و ابا داشتم. از میان 2 ماه رسا بگذشت، مقدم از آن که به کار اداره مجله برگشته باشم و دانستم مبارک نام بانوی نآمده برای کافتن کمینه، حتی تلفن نکرده اینجا. حیرتم افزود، بلکه خواطر گشته که چرا اینطور شده.
به گرداب اندیشه غوطیده بودم، چنان که به گرداب روزگار خود فتاده و غرقه می گردیدم. روزگاری که بانوی دیگر ریشه دوانیده بود اندرونش. وقتی خریدی میوه و سبزوات در بازار، بار ناگهان رو به رو زده بودم با کمپیری راحیله. کمپیری که مدت‌های طولانی در حجره حولی وی اجارشین بودم. گمان داشتم کمپیر درباره آن حرف بزند که با وجودی همزیستی طولانی در یک حولیچه ناگهان و یکباره و بی آگاه کردن غیب زدم. ولی کمپیر در این باره اظهار نکرد، بلکه درباره چیزی دیگر معلوم نمود، یعنی درباره بانوی چاپگر مبارک. یعنی بانوی چاپگر آمده بوده است حولی وی تا مرا دریابد. آمده و طولانی نشسته، بعدی چند روز دیگر آمده، باز محتل مانده. چون دفعه سوم آمده و طولانی منتظر ایستاده، کمپیری راحیله برای آن که آینده هم دختر سرسان و آواره گشته در عذاب مدام نباشد، همش را آگه شده بدیلی پاره شده پرسوز آبی خنک ناامیدی زده، آتش آنجا را پایان نشاند و اساسش از پی زندگی من بعده خود بشود. گذشته است به آشکار کردنی حقیقت، یعنی حقیقتی که دخترک خواه و ناخواه آگاه می گشته دیر یا زود. یعنی کمپیری راحیله آشکار کرده که به حیات اجارشینی وی غیری دختری چاپگر سرخلانده باز بانوی دیگر. شاید تصادف وارد شده و بعد تصرف کرده آنجا را و بیرون رفتن نخواسته. آن زنی دیگر اجارشینی سابقی ورا، یعنی مرا پیچانده از آن خود کرده، حتی سرش را گیج نموده از اجاره خانه که مبارک میدانسته دور برده، یعنی برده به سمتی تماما نامعین. چون این آشکار کرده حقیقت را کمپیر، آشکار کرده برای مبارک. کمپیر آشکار کرده که ایستاده حالا روبرویم در گوشه کمادم بازار شهرستان، بلکه افسوده بود. در عمر درازم که اجارشینی زیاد را دیده، به حیات شخصی آنها بار دخالت نکرده بودم، این دفعه به اختیار همراه گردیدم، یعنی سیری آن را آشکار کردم. زیرا حال دختری به سراغ کسی دلخواهش آمده را دیده دیگر نتوانستم. بعد آشکار کردن حقیقت پشیمان شدم. پشیمان نمی شدم اگر آن ناامیدک بعد شنیدن گفته های من فریاد و شیون می برآورد. تو را و مرا دشنام و دعای بد می داد، حقارت و عیانت می کرد، خرخشه و طوفان به میان می آورد. ولی این طور نکرد. اون فقیرک فقط تنی به حالی خستهش بلرزه آمد. لبانی تنوکی خستهش پیر پیر می پرید. اشک خسته سوزانش بر رخسارش می چکید. کمپیری راحیله آهی کشید ناعیان. من در عمر سرم اشک زنهای زیاد را دیده، ولی بار شاهد نشده بودم به چنینش. به اشک چشم زنها مانند بود و مانند نبود، بلکه گویا آتش ریزه بود که می چکید بر رخسار کاهیدش، بلکه دلی فریب خورده و آب شدهش می چکید بر رخسار وهم زدهش. راحیله کمپیر پکر استاده بود. پس آن آهسته تاب خورد، همچنین آهسته برفت. به یگان خیر و خوش رفت از پهلوی من که از روی عادتش نبود. در جای سابقم شخ شده می ایستادم. نه تنها درباره کمپیری راحیله، بلکه درباره کسی دیگر هم اندیشه داشتم، یعنی دایری بانوی چاپگر. با او چه ضربه جانکاه و جانسوز زده بودم.
یقینم می گردید. ضربه تهلکه آوری پر اضطراب به عوض خدمت‌های بی‌منت، برای خدمت‌هایی که به عوضش از من چیز و تنگه طلب نکرده باره. چیز طلب نکرده غیر محبت عادی آدمی، محبتی بی خیانته. انا برای چی بعد شنیدن خیانت به چنین محبت اشک ریخته مبارک. اشک ریخته بود طولانی و سرخم. از اجاره خانه کمپیری راحله رفته بوده و آنجا برنگشته. شاید به حیات من نیز برگشتنی نباشد. درباره همین فکر می کردم همانا. به کارگاه هم نیز نآمده بود بانوی چاپگر، بلکه یقینترش آمده بود روزی، بلکه آمده بود نامه وی. یعنی از میان نامه های زیاد که به وسیله پوسته پاچته به اداره مجله می آمد، نامه‌ای بود که بالای آن نام من ذکر گردیده، به ستار بهمن. یعنی این نامه به من روانه گشته. نخست گمان کردم نامه یکی از هوادارانی ایجادم باشد که بعضاً می رسیده. لفافه را باز کردم که نامه اندرونش را از نظر گذرانم. همیشه گمان می کردم برای شما لازم باشم یا لازم می شوم برای برداشتن یک گوشه بار زندگیتان، یقینترش برای ایجاد شما. هستیم ویجراس زد و ادامه این نامه را از نظر گذراندم. اما معلوم گردید وزن این بار را به یاری من هم برداشته می توانستید شما. یقینترش با مدد زن دیگر برداشتنی شده اید. یعنی برمی آمد مکتوب را نوشته مبارک بانوی چاپگر. ادامه این نامه پیش نظرم می ایستاد. چه هم می گفتم و چه هم می کردم که انتخاب را شما کرده اید، نه من. البته سخنهای زیاد دیگر دارم و نوشتن آنها را حاجت نمی شمارم. برای چه هم لازم اکنون و چی را هم تغییر می دهد در این حیات من و شما. نامه ادامه می یافت به این منوال: فقط روحی ما گر در دنیای دیگر واخورده تواند، چیزهای ناگفته زیاد دارم که ذکر خواهم کرد برایتان. فقط یک چیزش را روی این دنیای پرپیچ آشکار کردنیم، یعنی دوست می داشتم شما را. آن مقدار و آن حد دوست می داشتم که یک انسان مقرر دوست داشته تواند روی زمین. و سلام. آخری نامه بسیار نقطه داشت، یعنی پس آنها سخنهای ناگفته زیاد نهان مانده. عجیبش که مبارک نفرت و دشنام نمی داد، مذمت هم نمی کرد که به اینش بیشتر سزاوار و ارزنده بودم. نامه را به مأموریت و راهبریت هم نفرستاده که مطالعه نموده بعداً به من جزا مقرر بکنند یا تنبیه بدهند. یعنی شکایت نامه نفرستاده بود از بالای من، بلکه یک ناله دلش را فرستاده جانبم، بلکه چند ذره از هزاران فریاد و شیون. بعداً حس نمودم اینش ضربه سخت‌تر بوده. یعنی در حالت طوفانی و بحرانی بودنی حیات خودش احترام و اعتقاد را رعایت می کرد وابسته من. همین مرا کشیده بود بر اندیشه عمیق‌تر. اگر روحی ما در دنیای دیگر وا بخورد، چیزهای ناگفته زیاد دارم که خواهم رسانید به شما. چرا دنیای دیگر را یاد آورده وی؟ یا مگر خودکشی کردنی باشد؟ یا الکی چنین کرده بعدی نوشته فرستادن نامه؟ اگر روحی ما در دنیای دیگر وا بخورد، مناسبت من با مبارک
گویا به آخر رسیده، ولی به خود آمدن نمی توانستم. فقط زنده باشد شد. همچو خواهشی آخرین می گذشت از هستی رشعه دارم. ولی مگر زنده باشد بانوی چاپگر؟ می خواستم همین را انیق کنم برای خود، ورنه آرام گرفتن نمی توانستم. خلاص روز تلفن کرده بودم به اداره صدا، یقینترش به مشبیورا. بسیار می خواستم بشنوم آواز کوتاه مبارک را. بگذار آوازی مرا شناخته دشنام بدهد، دعای بد بفرستد، داد و فریاد برزند. این را بر دوش گرفتنم سهل و آسان بود. نسبتی که نباشد و روی زمین، نسبتی که خودش را انداخته باشد به یگان بلا و نیستی. گوشک تلفن را چاپگر دیگر برداشت. مبارک نیست اظهار داشت و گوشک را گذاشت، زیرا علاقه کنده گردید. جرأت نموده پرسیده نتوانسته بودم چرا نیست و چی شده با او. از میان روزهای دیگر گذشته بود، مقدم از آن که باز قدرت و جرأت پیدا نموده به مشبیورای صدا تلفن کرده باشم. این مراتب چاپگر شناخته بود از گوشک آواز مرا، زیرا پیشتر بارها زنگ می زدم به تلفن اینجا، یعنی زنگ می زدم برای مبارک. آها این تو؟ ها ما چاپگرها می دانستیم کسی خطی کج و کلیب دارد تینتش هم کج و کلیب. از چنین کسها نامردی را چشمدار شدن ممکن. ما چاپگرها می دانستیم و سیاه نویسی تو را سفید نویس نمی کردیم. اما مبارکی لاده و ساده کرده و جزاش کشید. ها علاقه کنده گردیده بود از نو. دیگر جرأت نداشتم زنگ بزنم به مشبیورا و پرسان بشوم از مبارک چاپگر آیا وجود دارد وی روی زمین یا دیگر نباشد. همچنین جرأت نموده از یگان ژورنالیست شناس که در اداره صدا ایفای وظیفه میکرد پرسیدن نمیتوانستم دایره تقدیر من بعده بانوی چاپگر مبارک. اون دختر را پرتافتی و به حال رساندی و میپرسی باز؟ شاید اظهار دارند اونها، زیرا صاحبان پیشه ژورنالیستی نسبت چاپگرها سختگیر و تیززبان و پرسش های ناموردی من شاید بهانه بشود و آنها گزارش و برنامه آماده بسازند علیه من. یعنی دایری آن که فلان ادیب خود را با نوشته های تبلیغگری محبت صداقت پاکیزه جولان دادنی می شود و در اصل شخصیتش دیگر، کارش خیانت و نیرنگ باشد وابسته جنس لطیف. این البته به عزت و شکوه من رخنه و زیان وارد می کرده. خودی مبارک هم گرزینده می بود غایت علم و درد ژورنالیستان را برمیخیزاند علیه من، زیرا سیاه نویس و دست نویس این ژورنالیستان را هم سفید نویس میکرد. در اداره صدا و برای این خدمتش قلمکشان آماده بوده به منفیت وی ضربه زدن بر من. با وجود این با گذشت روزها بیشتر درک میکردم گر درباره مبارک حقیقت را تا آخر نفهمم، یعنی مرده یا زنده بودنی ورا تا آخر انیق نسازم، آرام گرفته نتوانم. انیق کردن این به من چی میداد نمیدانستم، ولی میخواستم انیق سازم، زیرا از نامفهوم ماندن این چیز نفس کشیدنم دشوار میگشت. همه این تا جایی رساند که روز قدم برزدم جانب اداره صدا که آنجا رفتنم اصلا خطر داشت، یعنی گپ‌های گوناگون و زیادتر برخیزانده میتوانست. ولی عذاب زیادتر داشت ندانستن عاقبت قسمت مبارک، بانویی که مدتها پیوسته بود با حیات من. از دالان باریک و دراز رویه اداره صدا می رفتم جانبی دری مشبیورا که کشاده می ایستاد. اونجا وارد شدم و تق تقی به هم آمیخته
برخوریش حروف‌های آهن اساسی ماشینکه برنگ تسمه و کاغذ پس نشسته نهایت گم شد. یعنی بانوان ایستاده بوده از چاپگری و نگاه خود را آورده بوده جانب من. این سکونت گران شده را گرانتر می کرد. نگاه من رفته بود شفتی تیریزه های پهناک می نشست مبارک مدام همونجا. اما پسی ماشینکه و پسی میزی آن نشسته بود حالیا بانوی دیگر. پس کجاست مبارک؟ رفته از اینجا از باعث دشوار بودن کارش که اکثر بروند یا عوض بشوند. یا مبارک نیست دیگر در زندگی؟ نگاهی بانوانی از چاپگری مانده دختگی بود جانبم. گویا تحقیرگرم میشد. میدانستیم کجنویس ها آدمانی کجدیل و بطال باشند. برای دریافتن یا پرسیدنی مبارک آمده بودم و پرسیدن نمیتوانم اکنون، خاصه از بانوان چاپگر. بعد تاب خورده بودم بیرون شدم. یعنی از مشبیورا دور می رفتم که سکونتی گرانی پر اسرار داشت. دور همی رفتم و فکر می کردم از ماشینکه خانگی مبارک هم شاید آواز تق تق بیرون نزند دیگر، بلکه مبارک ماشینکه خود را شاید از بالکان منزل زیستش که در آشیانه بلند باشد حواله کرده. ماشین که پایان رفته به صحن اسفالت و بیتان پوش حولی برخورده پاره پاره گشته و هر قسمتش هر سو پاش خورده. یعنی همان چاپ ماشین که سیاه نویس های مرا پاک نویس و کج نویس مرا راست نویس می کرد. و بعد آن مبارک از سری بالکانه آشیانه بلند جسمش را افکنده سرازیر و همه چی را به آخر رسانده برای خود. این گمان و تصور دلم را امثال گرگان حمله‌ور طلب می کردند. شاید روم برای انیق نمودن این خاندان پدری مبارک. اما چطور روبرو میزنم با پدری او و چطور نگریسته میتوانم به چشمان او و چی اظهار میدارم؟ آن پدری سال خورده که دخترش را یگانه امیدی زندگیش را از دست داده مرا روبرویش بیند مگر زنده میماند؟ زنده میماند مگر که سببگار این همه بودم؟ یعنی با عصایش به سر و تنم برزند تا دمی که عصایش برشکند یا کاسخانه سری من پلقده بگردد. خلاص جانبی خاندان مبارکینا رفته نمیتوانستم. دایری مبارک از کسی پرسیدنم دشوار شده بود. گویا انیق کردنی زندگی یا مرگ نفر این حد ناممکن باشد. خود من گربانوی چاپگر را به ضربه های سخترین حیاتش پیشکی آماده می کردم، پیش آمد را معلومش می ساختم، شاید تا این درجه چیگیل و مشکل سر نمی زد. به خیال پرپیچ و در دالود خود گرفتار مانده بودم. بانوی دیگر که مرا از مبارک کشیده گرفته از آن خود داشته شاید میدانست به چیزی مشغول داشتن یا بستن لازم شوهر را. چنین کردن لازم تا خلاصی بیابد از گرداب خیال مبهمی پرپیچ و بیشتر میل سازد جانب خودش. و او یعنی بی جمال بردن میخواست مرا از مغازه به مغازه دیگر، از بازار بازار دیگر. کم و کم بودی روزگار نو که بود کردیم بعد چقدر بخواهید به خیال رفتن بگیرید. تأکید میکرد که از پهلویم جدا نبود. انا به جای کتی باریک سفرکی که از اجاره خانه پیشین همراه خود آورده بودم دیوانی نو خریداری کردن بخواست.
یعنی رخت خواب که دو کس به حضور غنجیده بیتوانند در روی آن. به این مقابلیت داشتم. نمیخواستم کتی سفری که بالای آن مبارک را به آغوش کشیده، بوسیده یا بالای این کت یازیده اولین محصول ایجادی خودم را به میان آورده بودم دور برافکنده بشود. اما بانوی در حیات من وارد گشته، یعنی بی جمال، تابی دیگر خورده تأکید میکرد: کتی سفرکی شما را هم نمی پرتاید، در یک گوشه خانه می ایستد، کدام وقتی که خواهید دراز می کشید بالاش. فقط رختی دیگر خواب می آوریم که برای نویسنده مشهور شده موافق نباشد. هر کس اینجا بیاید خلاصه می کند چنین ادیب از زمان قفا مانده، فرهنگ و فراست روزگارداری درک نکرده تا هنوز. این را هم بی جمال گفته بود البته. خلاص رخت خوابی قشنگ ملایم خریده آورده بود و خریداری کرده، البته از حساب حق قلمی نگاشته های تازه نشر بنده. بعد این معلوم گردید رخت خواب نو کرپه و ادیال آهری و متاهای روکش طلب دارد. همچنین گلیم لازم بود که چون از بالای رخت خواب فرایی بالای فرش اوریان پای نگذاری، بالای رخت نوی خواب دراز کشیده به تلویزور گوشه خانه هم نگریستن لازم می آمد که باید خریداری می شد. خلاص کالاهای خریداری می گشت از حساب ماهانه یا حقی قلمی نوشته های بنده، بلکه بیشتری مبلغ از حساب چاپ شدن قصه و حکایه بود که بانوی چاپگر مبارک سفید نویس و راست نویس کردند. بلکه این تازه نویس ها مدت ها در جوزدان من ایستاده و چاپ می شده حالیا، بلکه هنوز زیاد بوده چنینش در جوزدان بنده. خودی مبارک باشد در جوزدان خاطرات دل من مانده. فقط از جوزدان خاطره های ضمیرم مبارک را بیرون آورده به کسی نشان دادن نمی توانستم، بلکه وی تا رفت پس تومنهای روزگاری در گذر می ماند، به قول مردم زیر چنگ زندگی. روزهای دیگری عمر می گذشت بدین منوال. شما گفتاری چهارم رو از روی داستان نویسنده شیرکی آریان عشق آسان و مشکل در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.